سلام به همه همملتان و همزبانان. تا عصر 18 میلادی تاجیکان و ازبک ها از هم جدا زیستند، به هم ناآمیختند، مثلا به یکدیگر دختر و با یکدیگر عروسی نکردند، غیر از بعض استثناهای کوچک. اما پس از سده 18 در بعض جایها با هم آمیختن بومی ها و آمده ها آغاز یافت. آنها با هم یا پهلوی هم زیستند. در بعض ناحیه ها تحلیل جبری مردم تاجیک اسیمیلیاسیا با زورآوری دامن پهن کردن گرفت. تحلیل جبری هم معنای محو معنوی شخص و ملت است. این است که بجز محو جسمانی تاجیکان، محو معنوی آنها نیز شروع شد. محو معنوی از آن آغاز یافت که در بعض جایها چنانچه در تاشکند و فرغانه بخشی از مردم تاجیک زبان ترکی را پذیرفتند و ازبک شدند. تا قرن 18-19 ترک شدن تاجیکان و زبان ازبکی پذیرفتن آنها کم یگان واقع شده است. ترک ها زبان فارسی تاجیکان را می دانستند، اما تاجیکان ترکی را نمی دانستند یا فقط برخی از آنها ترکی بلد بودند. در عین حال زبان مادری خود را ترک نمی کردند. با زبان ترکی گذشتن بعضی تاجیکان گاه به سبب جدی واقع می شد و بس. چنانچه اکادمیک سیمیونوف تاکید میکرد، در سالهای آغازین سده 19 همه اهالی شهر تاشکند با فارسی تاجیکی گپ میزدند. این را همه میدانیم که چون روس‌ها تاشکند را گرفتند، یعنی در نیمه سده 19 در تاشکند ترکی گویی بسیار نبود. خورشیخین چون از رویدادهای سال 1867 حکایت میکند، درباره اهالی آن روزه تاشکند میگوید بیشتری تاشکندیان تاجیکند. این گفته خورشیخین را به آن معنی باید فهمید که در نیمه سده 19 بیشتری تاشکندیان هنوز تاجیک بودند و بعد ازبک شدند. به هر حال در نیمه اول سده 19 روند ترک پذیری تاجیکان در بعضی جایها کم صورت گرفت. در همین صورت هم نه همه بلکه بخشی از مردم تاجیک ترک می شدند. پس از آن که روسیه آسیای میانه را تصرف کرد، ترک شدن تاجیکان افزایش یافت. چنانچه اکادمیک برتالد گفته است که تنها پس از آمدن روس‌ها چنانچه در سمرقند روند ترکانیدن مردمی پیشرفت‌های زیاد کرد. اینجا بیشک نه خود سمرقند بلکه گرد و اطراف آن، یعنی ولایت سمرقند در نظر است، زیرا امروز در آغاز سده 21 نیز اکثر کل مردم شهر سمرقند و بعض اطراف آن تاجیک و تاجیک زبانند. مقاله گرفته شده است از کتاب پنترکیسم و سرنوشت تاریخی تاجیکان، اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی.